قیمت از $25000. آخری یک فصدی را امکان داره کم کنید. آخر تر شاید 24000 برای کمتر دیگه نمیدارم که با صاحبش نزدم باز. این اتیکو خوار است. این اتیکو خوار است. این باز کمپرسیست. در تردد ترافیک اجازه میدن برایشان از طرف روز اشبولت. در بولت اینا رو باز روز اجازه نمیدن. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر. بازم با همکاران امروز آمدیم به قوای 4 و دقیقاً موترهای باربری را که عبارت از موترهای بنز و خاور و مازدا و همین موترهایی که در داخل شهر و چهار اطراف بار میبره دقیقاً آمدیم تا مدل ها، قیمت ها و سیستم های از اینا را در کل بفهمیم و برای شما بیننده های عزیز یک گزارش بسیار خاصی تهیه کنین. با ما باشین تا این موترها را به تصویر بکشیم و از قیمت ها، نرخ و نوا، مدل های از اینا با خبر شویم. دقیقاً کنار صاحبی از این موترها قرار دارم و قرار این برادر با ما در کل معلومات بدن. اول یک معرفی داشته باشن. سلام، وقت شما بخیر. علیکم سلام. جاوید وردک، یک تن از موتورفروشای کوی 4 هرات. خیلی خوب. چند وقت میشه موتر میفروشید؟ تقریبا 4-5 سال میشه. 5 سال. و دقیقاً کار شما همین موترهای باربریه. باربری است، موترهای کلان است. بله. ما کوشش میکنیم که چند تا از موترها را به تصویر بکشیم، قیمت و نرخ و نواشون هم بفهمیم، مدل‌هاشون هم. درسته؟ ما در خدمت. در نخست این موتری که فعلا در کناری هستیم، این موتر چیه؟ مشخصات رو با ما. این خاور که در کنار شما ایستاده هستم، خاور است، 1320 از پاورش است، مدلش 2000 مدلش 1993 است، اشبولت 6 سیلندر گیرکردار، قیمت از این است 14 لک افغانی. 14 لک. نوارید است، در افغانستان چالش نکرده. کمپرکس؟ نه، لاریست. لاریست. کمپرسی نیست، لاریست نه. خیلی خوب. ای گفتین به کجا نچلیده؟ در افغانستان نچل. از کجا آمدین؟ تازه از جرمنی آمده. یا جرمنی آمده؟ بله بله. خیلی خوب، خیلی خوب. چند گفتین قیمت؟ قیمتش 14 لک افغانی. چی خصوصیات خاصی داره این؟ خاور خاطر اشبولت است و 6 سیلندر است، به خاطر برای اموال مثلا برای تجارت است، برای دکان و بعضی سامانه مردم به داخل شهر شب و روز اجازه دارن که برن اشبولت را در تردد ترافیک اجازه میدن برایشان از طرف روز اشبولت. در بولت اینا رو باز روز اجازه نمیدن. این موتر چی استاد؟ یکی است هم خاور بنز است، از پاور 1317 مدل 90 اشبولت است، هم از پاورش گفتم براتون جلوتر 6 سیلندر است، هم باربری است. این چلیدگی شدگی کجا؟ هم نوارید است، چلیدگی خارج است. از کجا؟ افغانستان نه، هم از جرمنی آمده. از جرمنی آمده. قیمت از این است $12000. مدل چنده؟ مدلش 90. 90. چند گفتین قیمتی؟ $12000. $12000. خیلی خوب. چه خصوصیات داره؟ 6 سیلندر است و اشبولت است. دیگه هم داخل شهر از طرف روز شب روزی گشته میتونن، مثلا ترافیک ممانعت نمیکنن برایشان. باش ما بریم سمت موترهای بعدی و دقیقاً کل انرژیکی است و هم خاور بنز است، مدل از او هم 91 است، از پاورش 1117 است، 6 سیلندر است، قیمت از او هم است $11500. او کجا چلیده؟ او هم چلیده خارج است. موتر ما که آمده هم نوارید است. کلگی نوارید؟ کلگی نوارید است. خیلی خوب. چطور نرخ و نوای از این موترها به نظر شما امسال ارزان‌تر شده یا قیمت‌تره؟ یار امسال خوبه، بازار بد نیست، بازار خوبه. قیمت مناسب است. نه مردم زیاد میان؟ زیاد میان. دیگه بیشتر مردم از کجای افغانستان برای خرید از اینا میان؟ ولی از 34 ولایت هرات میان. همین موتری اول شما رنگ سبز که داره. این چیه؟ دقیقاً خوردی هم معلوم میشه. این اتیکو خاور است. این اتیکو خاور است. این باز کمپرسیست. مدل از 2002 است. از پاورش 818 4 سیلندر و 6 بولت است. این با کمپرسی داره برای خاطر برای ریگ و برای خشت برای اینا. کمپرسی درسته؟ کمپرسی است. بله. خیلی خوب. من فکر کنم مردم بیشتر علاقه برای کمپرسی دارن، نه؟ بله. به خاطر از اینکه کار راحت به خاطر ساخت ساز خانه که ساخت ساز زیاد هستن پلند در هرات اینا را باز بیشتر میخرن. ببینید عزیز، من میخوام این موتر که کمپرس خاور میره بیشتر به تصویر بکشیم. داخل سیتی رو میشه ببینیم. ایشون دروازه باز باشه. این موتر کمپرسی خاوره و دقیقاً من میخوایم سیت از به تصویر بکشم. مردمی که به این سیستم آشنایی داره و میفهمم، خب واقعا نمیفهمم در کل نمی موتریت که شما به تصویر میبینین سیتی اونه و سیستم های نه. در ادامه برنامه بریم که موترهای بعدی را هم به تصویر بکشیم، ببینیم که داخل از این فروشگاه دیگه چی موترهای وجود داره. استاد جان، بجز از خاور دیگه اینجا موتر گفتین بنز دارین؟ بنز همین موتر است. همین موتر این کمپرسه؟ این کمپرسیست است، از پاور 1831 6 سیلندر توربو، مدل از هم است 93 هم نوارید است. با ما باشین. چطور استاد به نظر شما مردم بیشتر خاور میخره یا بنز؟
مردم هرات که هستن فعلا خاور میخرن. خاور هم کمپانی بنز است. اینا که هستن باز بر مدنا بر سرکای اینا را به سمت شمال خیلی میبرن. خیلی چند قیمت زی؟ قیمت از است 24500 دلار. چطور این هم تفاوت موارد کرد؟ است. خب این از کجا آمده؟ این هم از جرمنی آمده. کلا موتراش کلا از جرمنی از اروپا میاد، بعض مثلا از یک کشور است، بعض از دیگر کشور است. فعلا این ساخت جرمنی هستن فعلا بنز که هستن. گفتین 24000 دلار. 24500 دلار قیمت است. 24500 مدلش 93 است. چه قسمت جرامت هم داره؟ یا جا جرمات داره. تو چی اندازه؟ 500 1000 جرمات داره. 500 1000 تا 1500 یا 1000. این مدل گفتین چنده؟ 93. 93. از 1831 از پاورش جلوتر چلیدگی و شما مشخص چقدر چلیده؟ چلیدگیش سایل نکرده مشخص هستن، معلوم میشن در کیلومتر. از موتورهای مدل بالا بهتر معلوم میشن، چون اینا موتورش کن یعنی هستن. معمولا موتورهایی که از جرمنی میای چقدر چلیده باشه به نظر؟ یه تا 3 لک تا 4 لک تا زیاد هم چلیده موتور. چلیدگی دارن. اینا خب زیاد چلیده چون مدلش کن هستن. اینا بنزین میخورن؟ دیزل میخورن. دیزل خورن. موتورهای کلان هر چی که هست کلا دیزل است. دیزل. کلا دیزل است. دیزل ارزان هم است دیگه. ارزان است بله. میصرفه پس. بریم ببینیم که دیگه در اینجا چی موتوری وجود داره. دقیقاً در اون قسمت یک کمپرسور دیدم، بریم همراه ما باشین که همو بادی هم بالای کمپرسور درسته نه؟ بله او چیه مشخصات زرم اگر بگین اینا وقتی اینجا میای رنگ و اینا خونه میکنه؟ نه بعدشون رنگ میشه. خوشم حالا نه حالا این موتور ما است از پاور از 1831 است. این کابینش خود بدونه، این کابین در میانه میگن بازی گیرزی بازبرق است. یا این مشخصات از اون موتور داره. قیمت از است 25000 دلار. چی ویژگی داره که یک ویژگیش هم است که سیتش یک ذره کلانتر است، برای دریور جای خواب است که دریور خواب شود داخلش. جای خواب داره. جای خواب داره. اینا رو هم برای سرک سازی و برای مدنا با اینا بیشتر میبرن فعلا. ما میخوایم سوالات تخصصی تری بپرسم. بله. این قدرت چقدر انتقال وزن داره؟ اینا تا 20 تن 21 تن چیزی که قانون برش اجازه داده فعلا ترافیک فواید عامه اینا انتقال داده میتونن 20 تن 25 تن اینا برده. موتورهای خیلی قوی هستن اینا. بله 25 تا 25 تن برده میتونن. اون موتور بعدی که هست چه؟ موتور بعدی اسب چی؟ اسب و ولوو افاش مردم ایران افاش میگن. از این فکر کنم تیلریه دیگه. تیلر است بله بله اسب تیلر کاش هستی. در این فروشگاه اسبای تیلر اینا هم هست. اینا چی رقمه نرخونوای از اینا؟ این که است مدلش 2006 است، از پاورش 440 است، یا هم نوارد است. قیمت از این است 13500 دلار. 13500 دلار. قیمت آخرش شد. این از کجا آمده؟ این هم از خود ساخت سوئیس است بگم، فرمایش جرمنی است. این هم از اروپا آمده. مدل 2006. شما به عنوان یک مشتری نه به عنوان یک فروشنده اگر بیان داخل می فروشگاه و بخواین یک موتری باربری بخرین واقعا کدام موتری میخرین؟ موتورهای باربری فعلا که در خط اول قرار دارن اکتروز هستن. اکتروزا که از مدلش بالا هستن، مثلا قیمتاش بلند هستن. فعلا مردم موتورهای اقتصادی را خوش میگن، مثلا نیفاش و مانتیجی و اسکانیا اینا خانه 13000 14000 15000 در این خانه این موتور را فعلا میخرن. به عنوان یک فروشنده بهترین موتری که کار بده سمسه مناسب از این موتورهایی که معرفی کردیم کدامه؟ همین دو تا بنز کمپرسی که بهش معرفی کردیم. فعلا کارش زیاد است بله. همین دو تا کمپرسیور بله. و قیمت از اینا را یک دفعه دیگه هم تکرار قیمت یک 25000 دلار بود، یک 24500 دلار با جرامت بله. ریچی استاد؟ این که است مرسدس بنز است به کمپانی بنز 1935 از پاورش است، مدلش 88 است، موتور چلیده هرات است، در هرات کار کردن. این باز که است پرویل است، کمکدار است. این سه پیشرویش هم زنده است. شما اگه تصویرش رو بگیرین پیشرو زنده یعنی چی؟ کمکدار است پرویل. اردوی سایش کار میکنه. این باکس قوی تر است. مدل چند؟ مدلش 88 است. 88 چند قیمتی؟ قیمت از 25000 دلار. آخری یک 500 را امکان داره کم کنید. آخرتر شاید 24000 برای کمتر دیگه نمیدارم که برای صاحبش نزدن باز. این یعنی تو 24000 دلار. 24000 میدن. خیلی. پلیت هرات است. یکی خصوصیات خاص زیبا بود. خصوصیاتش همین است که کمکدار است. این پیشروی زنده است. کمکدار پیشروی زنده است. اصطلاحات دیگه خوش ما میفهمین. بایپور است یعنی به اصطلاح ما و شما مردم بایپور است. تشکر استاد جان. خواهش می‌کنم. همراهان عزیز گزارش خاصی بود در ارتباط به موتورهای باربری در هرات و قیمت، مدل و تمام انواع و اقسام که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی بدرود.